خاطرات بسیار خوش داریم. من اولین جایی که به کار پرداختم البته در بخش غایبانه اسپیرانتورای دانشگاه ملی تاجیکستان اول داخل شدم، دانشگاه ملی امروز، و بخش غایبانه اسپیرانتورا شاگردش حق کار دارد و اون وقت با توصیه بعضی استادان با تاجیکستان سویتی آمدم که معلم نور تبرف محرر بودن. خب اونجا البته یک آزمون از من گرفتن و بعد از مقاله‌ای که پیشنهاد کردم من رو به کار دعوت کردن. من 4 ماه یا نیم سال تقریبا در اونجا، تا زمانی که اسپیرانتورای من روزانه شد، لازم شد که روزانه برگردانده شود. وقتی که اسپیرانتور روزانه شد دیگر در اونجا کار کردن غیر ممکن میشد. بعد من اونجا کار کردم و یکی از دوره‌های بسیار درخشانی در خاطرات من فعالیت ایجادی بود برایم. ما در بخش اجتماعیات پوبلیسیستیکا، شعبه پوبلیسیستیکا کار میکردیم. مدیر شعبه شادروان مطیع‌الله نجمی‌دینوف، نویسنده و پوبلیسیستی مشهور ما بودن و در آن شعبه سید مراد فتایف هم کار میکردن و اینجا در حقیقت یک مکتب بود. مکتب از چه جهت، از چه نظر؟ از نظر انمون صحت متن، کار روی متن، از مقاله، خبر، هر چیزی که باشد. و بسیاری ها از دیگر شعبه ها مثلا از استاد نجمی‌دینوف سوال میکردن طرز صحیحی نوشتی کلمه ها رو، یعنی اون کس تجربه خیلی خوب داشتن و که بیوسته مدیر شعبه ما بودن. بعد بسیار شخصیت های ایجادی اونجا گرد آمده بودن، شخصیت های فعال ایجادی.